هر روز میرم کارواش بدن. شما هم تا حالا رفتین؟ اما این کارواش بدن چیه؟ یه نوشیدنی خودتون درست میکنین، نیم ساعت قبل از خواب نوش جان میکنین، بدنتون پاکسازی میشه. اما با چی؟ زردچوبه سلطان ادویه‌جات برای همه بیماری‌هایی که فکر کنین خوبه، از عفونت گرفته تا پاکسازی، از کبد گرفته تا مغز، برای همه چیه بدنمون واقعا سلطانه. شب قبل از خواب نوش جان میکنین، همه بیماریاتون هم پیشگیری میشه هم پاکسازی میشه. کلیه، کبد، پوست، آرتروز، برای همه اینا واقعا معجزه میکنه. خب عالی شد. زردچوبه و سرکه سیب برای درمان همه چی یا بازی با سلامتی. میگن اگه هر شب قبل از خواب یه قاشق زردچوبه و سرکه سیب رو با هم قاطی کنی، توی 40 شب همه چی درست میشه. آره، یه سری هم میگن ما امتحان کردیم عالی بود. یه سری هم میپرسن مگه میشه همه مشکلاتو با یه قاشق سرکه سیب و زردچوبه درمانش کرد؟ بیایید با هم از نظر علمی بررسیش کنیم. زردچوبه ماده‌ای به نام کرکومین داره و واقعا خاصیت ضد التهابی داره، ولی این مقاله نشون میده که اثرش خیلی محدوده و معمولا توی دوز بالا دیده میشه. توی آرتروز هم ممکنه درد رو یه کمی کمتر کنه، اما اصلا درمان اصلی و کاملش نیست. درباره سرکه سیب هم علم فقط میگه ممکنه فشار و چربی خون رو کمی کنترلش کنه و هیچ مدرک علمی وجود نداره که کبد، کلیه و مشکلات پوستی رو درمان کنه. حتی مصرف بیش از حدش هم ممکنه مینای دندون رو از بین ببره و همچنین باعث افت پتاسیم بشه. اگر یه همچین معجونی واقعا جواب میداد، حتما توی مقالات پزشکی معتبر منتشر شده بود. شما هم اگر یه همچین عنوانی شنیدین که درمان همه بیماری ها، یک لحظه مکث کنید و از خودتون بپرسید که اصلا ممکنه یک دارویی یا یک ماده‌ای بتونه همه مشکلات رو با هم درمان کنه؟ علم جوابش اینه: نه.